سلام. اینجا منطقه عشایری للر هستش، در دامنه زردکوه. قیافه منم که معلومه چقدر دعوا داغون و خسته است. یه منطقه ایه که حالا میخوام فیلمشو بگیرم، بیشتر جهت یادگاریه. این که الان اینجا توی این فیلم هست ساختمون، در ساختمون خانه بهداشت اینجا هست که چه وضعیت وحشتناکی داره کاملا معلومه. یه فیلم دیگه هم از داخلش گرفتم. اینجا تقریبا جای بزرگیه که تقریبا ماشین به زحمت میتونه رفت آمد بکنه، مثلا ماشینی که داره گازوئیل میاره. اونم یه مدرسه راهنمایی بود که توی این منطقه هست. اینم یه ویو خیلی زیبا از دره‌های مجاور زردکوه. حیف که به خاطر اینکه حالت غبار داره خیلی هاشون من مطمئنم تو این فیلم خوب نمیافته، خیلی از مناظرش. ولی در واقع اگه خیلی خوب دقت بکنیم میتونیم ببینیم که چه وضعیتی داره. چند تا کوه و چند تا دره خیلی زیبا بین روستاها در واقع وجود داره. الان راستی تاریخش رو یادم رفت بگم کی هست. الان ما در 24 شهریور سال 1387 هستیم در این منطقه. اینم مجددا نمای خودمه، چی بگم دیگه.